همین دنیا را پیامبر میگه میدونین چی خیلی هم شیرینه هم دلکشه. همین دنیا ببین چقدر شیرینه. و این الله مستخلفکم فیها. یکی شما بدونین این مردم که در همین دنیایی که هم شیرین هم دلکشه، شما به حیث انسان‌هایی هستین که باید امتحان بسپارین. امتحان شما را الله میگیره. شما امتحان سپارنده این. بعد الله، بعد پیامبر چی میگه؟ فینظروا کیف تعملون. بعد میگه میدونین که خدای مهربان در عملها تو نظر میکنه. شما چی ها کردین؟ ولی اگر حاجی میرزا دنیا گذره، حاجی بابا عزیزای خدا میگن که مردم چی میگه؟ قال الناس، میگه ما خلفه، یعنی میگه مردم میویده میگه که چند ساله بود، چند فرزند مونده. ببینید یعنی کو دکجای چخیر همین مقصد از دنیا میپرسد. لیکن میگه انا ملائکه چی؟ وقالت الملائکه. یکی وقتی که من گذاشتم ملائکه بینشون میگه چی میگه؟ ما قدمه، این برای آخرتش چی روان کرده باشه. این مقصد در خانه قبر یگان عملی روان کرده است که استقبالش بگیرن. این حاضر ما آمدیم این استقبال بین، این مرحمت بین. عیناً همین استقبال و مرحمت نزد الله مهربان برای بندهایش که در دنیا اطاعت کردن، فرمان برداریش کردن. انمونها ملائکه های داره که بالای دست میگیرن و مقصد به تمامی همون هر چیزی که از عزت باشه شما را انجام میتن، به نسبت شما میکنن. برای این چیزها را ما باید در یاد فراموشی قرار ندیم. از بندگی ما این دنیا بسیار عمرش کمه. اینم شما راضی هر کدام تا پرسن چی دیدی همین دنیا؟ هیچی میگویی هیچی ندیدم. حضرت نوح 1050 سال به قول عبدالله ابن عباس 1050 سال عمر دید. وقتی پرسیدنش که حضرت چی دیدی؟ چهل عمر. گفت گذشت چون برق، چون خواب و خیاله. به خاطر نیست جز رنج و ملاله. همین دم دانم و این سختی جان، به فضل حق شود این مشکل آسان. گفت بچه هم 1050 سال ده همین غیر درد غیر غم هیچی ندیدم. 1050. اکه گفت حاضر که عزرائیل آمده مهمان ما یکی باید که امانت بگیره، در فکری همین هم گفت تمام دیگه. بگو با دستم از گرفتن نیست رنگش. همین قایی که در دنیا با همین دست معامله بود ایرابی ای دنیا یگان رنگ نمونده. با دستم از گرفتن نیست رنگش، با دندانم زی خوردن نیست رنگش. دندانام بین یگان رنگ دنیا نداره، همون چیزی بود همون خیل. این دنیا معناش همینه که اینجا مادام 1050 سال نان گرفته کار کرده یگان اثرش در دنیا نیست، یعنی معناش همینه که دنیا خودش هیچی نیست. برای هیچی ما اگر عمرمون بیهوده بگذرانیم، اگر به اهمیتی کنیم، همین را خالی از طاعت عبادت کنیم، بعد حضرت صوفی علیار میدونین چی میگه؟ میگه امر اگر نگذرد به حق جویی، شرم نکرده امر همگویی. همین امری که در روی عبادت نباشه میگه بچم با ما امر میگویی. عمر اگر نگذرد در رای مولا، عمر هر گاو خر از او بالا. عمری که اگر با خداشناسی نداشته باشد، عمری که یک کاری درست ای نادرست که جدا کردن نتانی، میگه عمر گاو و خر از عمر تو بالاتره. برای همین تقصیرات که من اندکک وقتم کم بود، این کسانی که اگر
با رسول اکرم صلوات میفرستند، تصور کنند که از نزد پروردگار در هر صلواتشان 10 ثواب و 10 رحمت الهی در نامه اعمالشان کتابت می شود. پیغمبر خدا میگوید البخیل من ذکرت عنده فلم یصلی علی. بخیل ترین شما کی هست؟ بخیل ترین شما آن کسی هست که نام من در همون معرکه یاد شود و وی در روح من وی بر جسد من صلوات نفرستد. وی بخیل ترین امت من در بین امت من هست. خوش به حال آن برادرانی که دائم صلوات میفرستند. یک عبدالحمید گفتگی عبدالواحد ابن زید میگوید حج رفتم، در حج میگوید یک جوانی را دیدم که هر گاهی که هر پهلو میگشت میگفت اللهم صل علی محمد، میخیست اللهم صل علی محمد، مینشست اللهم صل علی محمد. من گفتم این قدر تو صلوات پیغمبر را زیاد میگویی؟ گفت این یک سیر دارد ای عبدالواحد. من سال گذشته با همراهی پدرم حج آمدم و در همین نصف راه بودیم که پدرم از حیات گذشتند. شب شد، نگاه میکنم که همون چهره نورانی که پدری من داشت، چهره پدرم به سیاهی مبدل گشت. چهره پدرم به نهایت سیاه شد. خیلی غمگین شدم، زیرا سبب سیاهی این سبب یگان بدبختی می شود. چرا چهره پدری من سیاه شد؟ من که دائم صلوات می گفتم و همه وقت که این عادت من بود، وظیفه من که بود، شب میگه در خواب نگاه کردم یک مرد خیلی زیبای نزد من آمد و من پرسان کردم ای دوستی خدا شما کی هستین؟ گفت من رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هستم و آمدم و این چهره سیاهی که در پدر تو پیدا شد و تو را غمگین گردانید، برای آنی که تو دائم بر من صلوات میفرستی، من از پروردگار خود طلب کردم که روی چهره این فرزندی که دائم صلوات میگوید چهره این پروردگار را با اصل خودش مبدل بگردان. و مرا پروردگارم اجازت داد و الحال من مسح در بالای چهره پدر تو کردم و چهره پدر تو مثل اوله شد. از خاطر چی؟ از خاطر که تو دائم در زبانت اللهم صل علی محمد و علی آل محمد داری. از این خاطر این وظیفه هر کدام ما و شما هست. بازم این صلوات گفتن باز با سنت های پیغمبرم چنگ زدن در کار. فقط صلوات چگویم و لیکن با سنت هاش اهمیت ندهیم این معنی نداره. محبت باید جدی باشد. از روی محبت میگوی. حضرت امام ازهری را پرسیدن ما معنی محبت العبد لله و للرسول؟ ای عالم زمان، کسی گوید که من پیغمبر خدا را دوست می‌دارم، کسی گوید همین خدایی که مرا خلق کرده است دوستش می‌دارم، آیا وی باور کنیم یا نه؟ امام ازهری گفتن اینجا گفت یک تجربه هست برای آنی که وی شما فهمین که وی دروغگو هست، وی از روی زبان میگوید یا از تحت دل. اینجا گفت امرش همین است که الطاعت لهما والاتیان فی امرهما. نگاه کنین که آیا وی پیرو قرآن و پیرو حدیث های پیغمبر هست یا نه. اگر آن چیزی که خدا گفته است، آن چیزی که پیغمبر گفته است اگر عمل کننده باشد، یقین دانین که وی محب خدا و محب پیغمبر است. لیکن اگر گوید من خدا را دوست می‌دارم، پیغمبر را دوست می‌دارم، این مرحمت نگاه کنین که رفتم حج کردم 3-4 هزار دلار صرف کردم، یکی وقتی معرکش از عرق نوشی و وقتی که اگر در خانهش فسق فساد شود و یکی باور میکنه؟ کی باور میکنه؟ آدم مسلمان باور نمیکنه. و آخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمین. انشاءالله ما با شما باز مگرم سوال جواب کنیم
زیرا بنیایت سوالهای زیاد است و سوالهای هستن باور کن از موضوعهای جمعه را دیده مهم هستند. اگرچه موضوعهای ما در پیش هستند، انشاءالله با شما باشیم، زنده و سلامت باشیم. فقط شما دعا کنین که خداوند عمر ما را دراز گرداند و تن صحت بر ما نصیب گرداند. انشاءالله هر یک خواسته که از شما باشد و هر یک موعظه‌ای که یعنی قوت ما در او میرسیدگی باشد، ما به سمع شما انشاءالله حقیقتش میرسانم. لیکن این سوالهایی که الحال در خاندان دارم با کمش یک 50 سوال دیگر در خانه است، همه اونها جواب میگوید. لیکن بعضی سوالها را من جواب نمیگویم. کسی که فهمد که سوالش جواب نشد وای بر من مراجعت کند، زیرا وای بین این مجلس نیست. سوالای هستن که معنی ندارن، سوالای هستن که یک سوالی نمی یک کوچگی هستند. مثال همین پیاز با پات به شطه بزنید چیکار میکنن؟ یا که مثال دیگر یک مسئله هایی که هیچ حاجت نیست اونها را جواب گفتن. ما همون مسئله های جدی و اساسیش را جواب میگوییم. اینجا در یک قطار برادرها در این مسجد ما یاردم کردن. از آن جمله یک برادرمان جمعه پیشین ابراهیم از دوشنبه یک بلندگویک آورد که اینجا در نزد من استادگی هست. فراموش کردیم دعاش کنیم، دعا بتیم. کسم از دوشنبه زیارت آمده بودند و یک برادر دیگر هم در بازار گوشت میفروشند که چند بار یاردم ها در این مسجد کردند. اون برادر هم در حقش دعا میکنیم. و اینجا نام هایی که هست مثل اکای محمد الله از همین محله ما نزدیکتر بالاتر، این هم یاردم خودشت دراز کردن در این مسجد. برادر ما قوت بچه حاجی شریف از کاریز. و این صندوق خیریه‌ای که داریم اینم الحمدلله که از اینم خیلی کمک‌های زیاد علاوه در دادن معاش این مسجد، در این تعمیر مسجد صرف شده ایستادند. یعنی کسانی که مبلغ‌های زیاد نمیتونن داده، میتونن که با هم مبلغ‌های کمی که دارن در همون صندوق خیریه انشاءالله هر کس موافق همون قوتش در نزد پروردگار ثواب میگیره. اگر همون آدم‌هایی که دست نارسن لیکن نیت‌های نیک دارن، میگوید اگر من مثل فلانی اگر دولت داشته باشم، من این مسجد مثال خودم بسیاری بچه‌های هستند باور کن به خدا قسم میخورد که اگر من دولت داشته باشم همگیش در راه خدا صرف میکنم. لیکن چیکار کنم که دولت ندارم؟ انشاءالله وای به نیتش، به همون نیت نیکی که دارد، به همون نیت نیک موفق میشود. شما اگرچه بعضی پولم که نداشته باشین فقط دعا کنین در هر نمازتان که خداوند همین عمارت‌های مسجد کسی مانع نشود. برای دشمن‌های مسجد هم زیاد هستند، ناخواهان مسجد هم زیاد هستند. کاری کن دعا کن که خدا دل اونها را نرم کنه. یک نفر میگه در عراق میگذشت، مردم عراق بسیار بیچاره کم بغل بودند. گذشت میگه دید حال مردم که بی نهایت خراب است، مردم حتی یک تیکه نان نمیابند که خورند. و این مرد چی گفت؟ گفت اگر پروردگارا این کوهی بلنده که در پیش من است اگر همین به گندم مبدل کنی، قسم به عظمتیت که همین در مردم عراق تسلیم میکنم. میگه یک ندای از آسمان آمد که ای فلانی، در نامه اعمال تو صدقه کردن مثل این کوه گندم نویسانده شد، زیرا نیتی تو نیتی نیک بود. اون برادرانی که البته ندارن قوت لیکن نیتشان خیر است، انشاءالله برابر همون کسانی که سوم میدهند مسجدها تعمیر میکنن ثواب میگیرن از روی نیت نیکشان. فقط بدخواه نباشین، فقط نگوین که این قدر مسجد زیاد شد. مسجد بسیار چی در کار؟ مسجد بسیار در کار است. مسجد جای تعلیم است، مسجد جای یک تربیه است. در مسجد الحال شما آمده اشتراک کردین، چی زلال دیدین؟ یگانه جایی هست که دلهای شما نرم می شود، دلهای شما آرام می گیرد. یک هفته اینه همون تمامی وزنینی ها و ماندگی های شما همه گم می شود. رسول اکرم می گوید لکل شیء ثقالتون
و سقالت القلوب ذکر الله عز و جل. هر یک دل زنگ میزند، لیکن برای هر یک آلتهای دنیایی هم زنگ میزند، مثل آهن زنگ میزند، لیکن یک پاره نجدک هم میگیرن، همون زنگ میشکن، تازه میکنند. رسول اکرم گفت دلها هم زنگ میزند، لیکن دلهای زنگ زده را چی تازه میکند؟ ذکر الله عز و جل. فقط پند موعظه، فقط یاد خدا، فقط خواندن قرآن زنگ دل دور میکند. یگانه مسجد جایی هست که در دوام 1 ساعت زنگ های دل شما را همش میخورد، نابود میکند.